الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بندگان الله و امتان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم، در این وقتهای مبارک از اینکه خاموش می ایستیم، یک حدیث زیبایی که حضرت ابو هریره رضی الله عنه صحابی پیامبر روایتش میکنه و همچنان امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب علمم این حدیث آورده اند. بسیار یک حدیث زیبا و درجاش و سری وقتی هست در این زمانه ما و شما. حضرت قصه میکنن که یک روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با جمع از یاران خود نشسته بود و سؤالهای اونها را جواب میداد و صحبت میکردند. ناگهان اعرابی آمد. اعرابی گفته مردمی بادیه نشینی که در اطراف مدینه زندگی میکردند اونها هستند. هر سؤال، هر اشکالی که برای اونها میشد در امور دینشان پیش پیامبر می آمدند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم را می پرسیدند. عادتا مردم بادیه نشین است بس نمی کنند. همین خیل آمد و سلام داد و انا شروع بر سؤالش کرد. گفت که متی الساعه، ای پیامبر، ای رسول خدا، قیامت کی می شود؟ آن قیامتی که برای ما از احوال اون و از مشکلات اون روز قصه میکنی، آن قیامت کی می شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گویا که سخن همین اعرابی بادیه نشین را اهمیت نداد، توجه نداد و ادامه سخن کرد. اهل علم برای همین قصه میکنند که در بین صحبت یک کس اگر کسی دیگر سوال کرد، از آداب صحبت همین است که انسان صحبت کن اون قصه و صحبت اولیش را به اتمام رساند، بعد از آن نظر بر همین انسان نماید. از همین حدیث دلیل میگیرند. بعضی از مردم گمان کردند که پیامبر این سؤال را نشنوید و بعضی از یاران پیامبر گمان کردند که شاید خوش پیامبر نآمد از این سؤال این اعرابی. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سخن خود را با اون مردم خلاص کردند، رسول الله نگاه کردند و گفتند که این السائل عن الساعه، انسانی که از روز قیامت میپرسید که روز قیامت کی می آید، کی قائم می شود، چقدر وقت مانده است، کجا شد همان انسان؟ راوی حدیث میگوید که آن مرد گفت ها انا یا رسول الله، گفت اینجا هستم ای پیامبر. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبری زیبای ما و شما، رهبر و پیشوای ما و شما فرموده اند اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، ای انسانی که سؤال کردی، ای جمع انسانهایی که میشنوید، اگر شما دیدید که مردم امانت ضایع میکنند،
امانتداری از مردم برداشته می شود، دیگر در مردم امانت نمی ماند. پس انتظار قیامت باشید. این چی معنا دارد؟ این حدیث و این صحبتی که ما و شما میکنیم سری وقتی است برادران عزیز. بعض انسانی هست که سخنی در پیش او گفته می شود، از اسرارش یک انسان نقل میکنه، یا از تجارتش، یا از یکی از کارهایی که نباید در بین عامه مردم اون قصه کرده شود، بر یک یار و رفیقش قصه میکنه. متاسفانه حالا آنکه در خانه نرسیده است، شاید در تمام شبکه‌های اجتماعی، در بازارها، در کوچه ها، در همه اطراف و اکناف شهرها این قصه الکی پهن شده است. ببینید امانتی و همتی بلند نداشتنی گرفتن امانت، یا اینکه یک انسان سیر را برای او میگوید، این سیر را پهن میکند، یا مال را برای اون امانت میگذارد، دیگر از اون مال داده او هیچ بو و ثنای دیگر نیست. اون مال دیگر همین انسان به صاحبش نمیگرداند. یا یک چیزی را پیش یک انسان امانت میگذارد، در این انسان در فروش اونو، در صرف کردن اونو، در استفاده کردن همین امانت همین انسان شروع میکند که یکی از علامتهای روز قیامت است. وقتی که پیامبر گفت که وقتی که امانتدارها دیگر امانت رعایت نمیکنن و امانتدار نیستند، این صفت زیبا از مردم مسلمان دور می شود. پس انتظار قیامت باشه. راوی حدیث سؤالتی گفتند کیف اضاعتها، ای پیامبر خدا، همین ضایع کردن امانت یا که خیانت کردنش چیست؟ رسول الله فرمودند که اذا وصد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، رواه البخاری. اگر یک کار را بر دوش انسان گذاشته شود که اهل اون کار نیست، فرض کردیم یک انسان اصلا از اهل فتوا نیست، از اهل علم نیست، از اهل تفسیر قرآن کریم نیست، لیکن متاسفانه بر مرور زمان به ویرانی این شب و روز به دورشوی این امانت بالای منبر شد. لیکن متاسفانه بجای این که سخن خدا و پیامبر برای مردم برساند، اون دیگر از جیب خود، از فکر خود برای مردم فتوا می دهد، دروغ می گوید، فریب می نماید، امر خدا و پیامبر را نادیده می گیرد و اصلا اهل برای این مسئولیت نیست، لیکن به رشوه هست یا به خش و تباری هست یا محلگرایی است، بالای منبر شد و حکم خدا و پیامبر را ضایع کرد، مردم را جاهل کرد. یا اینکه یک انسان اصلا در یک دهه، در یک شهر، در یک منطقه، در یک دولت لایق رهبری ندارد، لایق پیش بردن یک کار مسلمان ها را ندارد، لیکن متاسفانه به هر
سبب رهبر شد، کلان یک قشلاق شد، دهه شد، منطقه شد، دولت شد. حالان که این انسان لایق این کار را ندارد، پس یقین بدانید ای مسلمان ها که همین فعلهای بد، همین خیانت کردن بر امانت مردم، همین رهبری حالا آنکه لایق آن را ندارد، علامت از علامتهای نزدیک شدن قیامت است. بندگان خداوند، امتان رسول صلی الله علیه و سلم، ما از این گفته های پیامبرمان، رهبرمان، پیشوایمان چی خواهیم گرفت؟ اول این که امانت یکی از سرهای دینی، مسائل ضروری و یکی از کارهای هست که خداوند جل شأنه رب العزت هنگام خیانت کردن بر هر نمود امانتی که باشد انسان را خواهد پرسید. و دیگر این که اگر قیامت نزدیک شود، یقین بدانید که انسانهای سری منصب می آیند، رهبر دهه ها و شهرها و قشلاق ها و منطقه ها می شوند، حالا آن که لایق این منصب نیستند، خادم مردم نیستند، یا این که بالای منبر انسانهایی می شوند که اصلا از کتاب خدا و سنت پیامبر و از مسائل دینی بیخبر هستند و اونها بجای این که راه هدایت برای مردم نشان بدهند، با تفسیر غلط، با بیان کردن مسائل که نادرست بیانش میکنند و احادیث پیامبر را نادرست شرح میدهند، به خاطر دنیایشان، منفعتشان شرح میدهند. این نمود انسان ها هستند و همین نمود انسان ها علامت از علامات روز قیامت هستند. و دیگر چیزی که از این حدیث فهمیده می شود این است که بندگان خداوند در بین ما و شما انسان‌های نالایقی هستند که نباید امانت بر اونها سپاریده شود، چی از مسائل دینی است یا سیر هست یا چی از مال دنیا هست یا مسئولیت است، نباید بر اونها سپاریده شود. دعا کنیم که خداوند الله ذوالجلال ما و شما را از اهل امانت، پیرو از قرآن و سنت از رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران زیبا و جانفدای او بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.